برای کسی که جامعه ستیزی با عاطفه منفی ترکیب شده بر اساس ICD-11، یعنی همون چیزی که توی خودشیفتگی آسیب‌پذیر و اختلال شخصیت مرزی می‌بینیم، ما با انسانی روبرو هستیم که توی یک تناقض عمیق گرفتار شده. از یه طرف دیوارهای بی‌اعتمادی و فقدان همدلی داریم، از سمت دیگه طوفانی از شرم و اضطراب و ترس از طرد شدن. اما قبل از هر چیز ICD-11 میگه اول باید شدت اختلال رو تعیین کنیم. درمان مبتنی بر ذهنی سازی یعنی MBT یه رویکردیه که شواهد پژوهشی از اون برای نیرو حمایت میکنه. مشکل اصلی این افراد فرضهای قطعی اونا درباره نیات دیگرانه. اونا فقط حدس نمیزنن که شما از اونا متنفرین، اونا باور دارن عمیقاً که شما از اونا متنفرین. جامعه ستیزی نمیگذاره همدلی کنن و عاطفه منفی باعث میشه همه چیز رو از دریچه تهدید ببینن. کاری که یه درمانگر MBT میکنه خیلی ظریفه. او به این فرضیات حمله نمیکنه. میدونه که این باورها برای فرد حکم یک سپر محافظ دارن. در عوض یه فرهنگ کنجکاوی رو وارد رابطه میکنه. اون نمیگه تو اشتباه میکنی، میپرسه از کجا میدونی؟ از او پرسیدی؟ چه شواهدی داری؟ MBT به نوعی یه وکیل مدافع برای دیگران تو این دادگاه درونی، نه برای تبرئه بلکه برای ایجاد شک به جای حکم. MBT 4 مهارت رو تو این مسیر پرورش میده. اول کنجکاوی به جای قطعیت. درمانگر مدام میپرسه چه شواهدی داری که این فکر رو تایید کنه. هدف اثبات اشتباه مراجع نیست، هدف باز کردن در احتمالهای دیگه است. دوم بازبینی بعد از واکنش. یعنی چی؟ وقتی طوفان هیجانی فروکش کرد و آتش درونش مقداری آروم شد، درمانگر میپرسه احتمال دیگه هم میدی؟ شاید اون نگاه معنی خاصی نداشته. سوم بازتاب هیجانات به جای واکنش به اونها. به جای اینکه بگه آروم باش، میپرسه وقتی شرم بهت میاد چه اتفاقی تو بدنت میفته. این کار فاصله کوچیک بین هیجان و عمل ایجاد میکنه. چهارم تشخیص ذهنی سازی از شبه ذهنی سازی. درمانگر یاد میده که میشه گفت من فکر میکنم تو از من ناراحتی اما مطمئن نیستم، بیا بپرسم. این جمله حدس رو از واقعیت جدا میکنه. نشانگر تغییر چیه؟ لحظه‌ای نیستش که مراجع اعتماد میکنه، لحظه‌ایه که میگه من فکر میکردم میدونم چی فکر میکنی اما حالا میبینم که فقط حدس میزدم و من مطمئن نیستم. این جمله به ظاهر ساده است ولی یه سپری اونجا بوده که این سپره داره میاد پایین و کنجکاوی جای قطعیت رو میگیره. چالشاش یعنی مسیر بی خطر نیست. بزرگترین خطر اینه که فرد این مهارت رو یاد بگیره اما به جای همدلی از اون برای دستکاری دیگران استفاده کنه، چیزی که با ذهنی سازی ابزاری میگه. هدف MBT حذف هیجانات منفی نیست، تحمل اوناست. رفع بی‌اعتمادی نیست، سوال کردن از اونه. و هدف تغییر دیگری نیست، دیدن دیگریه.